با نام خدای مهربان. سلام. برنامه نوبتی کتابخوان است. همان گونه که مولانا میگوید: دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کزده و دد ملولم و انسانم آرزوست. از همراهان سست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. امیدوارم همگی خوب هستید، سلامت هستید و خوشحال و سرکال هستید و امیدوارم که تاجیکان در هر جای دنیا باشند سلامت باشند، سربلند باشند. و این یک برنامه دیگری از کتابخوان، یک برنامه ویژه است که در کتابخوان ما آن را با استاد برز عبدالرزاقوف انجام خواهیم داد. استاد، به برنامه خوش آمدید. تشکر که بار دیگر دعوت را پذیرفتید. استاد، موضوعی که امروز ما در برنامه انتخاب کردیم و می‌خوایم خاص سر این موضوع صحبت کنیم، این در موضوع زیایی و این موضوع سال اخیر در مطبوعات زیاد گفته شده است، اندیشه‌ها زیاد هستند و ما می‌خوایم نظر شما رو در این برنامه بگیریم و سر این موضوع صحبت کنیم. اولا به استاد بگوییم که از نگاه شما یک انسان، یک شخص که زیاد در فرهنگ و هنر کار کردید، زیایی کیست؟ در جامعه ما قبول شده است که هر کسی که مثلا شاعر است و رژیسور است و معلم است و اکادمیک است، ژورنالیست، حتما باید زیایی باشد. بله، عنوان زیایی بله. یعنی که دیپلم یک دانشکده حقوق میداد که توی با عنوان زیایی شناسن. اما ببینید، بیاید از دیگر نقطه نگاه کنیم. مثلا یک کارگردان، شاید کارگردانی خوب است، یک دانشکده تمام کرد و بعد رفت در مسکو هم خواند و آمد اما همچون انسان نه چندان انسانی خوب است. مثلا هرچند کارگردانی خوب است، می‌داند زیایی باشه؟ نه. یک شخصی که مثلا گپی عادی با وزن میتواند نویسد و شاعر نام دارد، میتواند شاعر باشه؟ زیایی باشه؟ نه. میتواند دکتر علم باشد، اکادمیک باشد، اما همچون انسان کثیف است، میتواند زیایی باشد؟ نه. معلمی دانشکده است، خادم علم است، دیرکتور مکتب است، اما عملش بد است، میتواند زیایی باشد؟ نه. یعنی که میبینیم که دیپلم یا اعضای اتفاق نویسنده ها یا اتفاق تئاتری بودن یا معنی ندارد، برای که زیایی ایتالان است. حتی گاستوک سر لباس هم استاد. نه این چیز با زیایی عموما دخل ندارد، برای که من چندین گاستوک دارای میدارم که ندانستنم بهتر، نزدیک بودنم بهتر، نزدیک نبودنم از اون بهتر. بله، زیایی شخصی است که ایده تولید میکند، نه اینکه شعر مینویسد، نه اینکه اختراع کرده است چیزی. ایده در رژیسور است، در نظم است، در نثر است، در ژورنالیستیک است، در علم او ایده پیشنهاد میکند. غیر از این، چرا من خودم از زیایی حساب نمیکنم؟ برای که ایتالان های انسانی که دارم، مثلا رومی، مثلا حافظ، خب از اون بالاتر حضرت عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم. اگر کلمه زیایی گیریم، خداوند در قرآن گفته است که من او را برای روسی میگن la primera نمونه، همچون نمونه است. پیغمبر برای ما نمونه است، حضرت عیسی برای ما نمونه است. اگر از روی اون نمونه ها نگاه کنی به خودت، میبینید صدها هزار فرسخ دوری
برای همین برای من ببینید زیایی بودن باز یک بار دیگر هیچ معنی دیپلم ندارد، معنی گالسک ندارد، معنی شعر نوشتن ندارد، معنی نویسنده بودن ندارد برادر. همون شعری که عبدالمومن شریف در همینجا خواند درباره اون پدر، همون پدر زیایی است. میفهمید؟ شاید ببینید از طرف دیگر با اون شعر اگر نگاه کنیم، اگر پدرم این خیل بود و 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 این خیل بود، اکنون دراماتورگی اون شعر رو میبینیم، اون پدر آمد خانه، این برای که نگاهی به فرزند بود. همینطور نه؟ اگر آمد و زنش گفت که تو چی موسفیدی احمق، گفت چه پولا نگرفتی، انا این نداریم، انا این نداریم، خلاجین نداریم، فلان نداریم، بهمدان نداریم، عربا نداریم، گاوات خرابن، فلان بهمدان تو باشه اینا پولا دادی و با این کار کردی، خاصی کیم که بردی خانهش، کیم که آورد شفری به پول داد تو نگرفتی از اون شفیر، آرد آوردن نگرفتی، آرد گرفتی و بردی خانه فلان کس دادی. تصور کنید، یک دقیقه تصور کنید اون زن تصور کنید. اما موسفید هر روز با این نگاه نکرده میرفت، یک سنگ از راه میبرداشت، یک خسه از یک جا میبرداشت، یک کس به یک خدمت میکرد، دعای کسی میکرد، بچه‌اش نگاه میکرد، خانه‌اش نگاه میکرد، حولیش نگاه میکرد، روبوچین میکرد، میرفت خانه دیگر کس میکرد. همون تبسمی روی موسفید همون از زیایی برای من. فهمید؟ آدمی که سیاه سفید نمیگوید، آدمی که کنفرمیست نیست، زیایی هیچ کنفرمیست بوده نمیتواند. زیایی نمیتواند سرخم کند اون وقتی که مثلا سرخم کردن لازم نیست. نوابسته مهاجر میشوید، نوابسته توی میبرن، نوابسته از اونی که در انکویدن لاتو کوب میکنن، نوابسته از اونی که تو با کار میدن یا نمیدن، چون وجدانش قبول نمیکند. برای که زیایی پیش از همه وجدان است. میفهمید؟ من یک با اینجا گفتم و رفتم اونجا گپ گفتم، من زیایی نیستم. میفهمید؟ زیایی حتما پوزیسیون است، پوزیسیون مستحکمی که داری از روی اون ایدئال هایی که در حیاتت داری. ایدئال های دینی میتونن بوده، این ایدئال های گومانیتری میتونن باشه. بفهمید؟ غیر از این زیایی کسی است که عامه میخواد چون اون باشد، پیروی کنه. هم از جهت لباس پوشی، هم از جهت فکرانی، هم از جهت ادب، هم از جهت پوزیسیون، هم از جهت نگاه به جهان و جهان بینی. شاید که به غیر از زبانی خودش دیگر انگلیسیو نداند، مهم نیست. همون موسفیده که پدری عبدالمومن، چون عبدالمومن خودش هم همه خیلی است، عبدالمومن زیایی است. این زیایی است عبدالمومن. بله. انتخاب شعرم کی بودنی انسان معین میکنه. بدونید از این سبب وقتی که من اون زیایی ایتالانی که برای خودم دارم و به خودم نگاه میکنم بگم نیم از زیایی نیستم. میدونید چرا این سوال و این موضوع برای ما خیلی اهمیت دارد این وقته اخیر؟ ما شعارهای زیاد اینجا اونجا میشنویم، میخونیم، میبینیم واخوری بازیایان شدن، زیایان به فلان منطقه سفر کردن، زیایان این کارا کردن. ما میگیم قیاس با دیگر کشورها، با دیگر نوشته ها و میگیم که دقیقاً مسئولیت یک زیایی برای یک جامعه، مثلا جامعه مثل تاجیکستان یا کشورهای شرقی، فکر میکنید مسئولیتش چی باید باشد استاد؟ یعنی فقط باید از منبر شعر خواند و تبلیغ کند و نمیدونم شعار پرتایی کند یا چی است؟ نه مقصد همین زیایی. چرا میگن که این پیش برنده جامعه است و این روشنایی جامعه است، جامعه به این پیش نمیرود استاد؟ دلیر بید من یک کامینگ اوت کنم ده، برای که ما باید این حتما یک روز ما باید این مسئله میبرداشتم. ببینید من کمی دورتر خوب دورتر میرم. دلیر
وقتی از من همچون زیایی این ملت سخن میکنید من راستی سختم میرسد برام. چرا؟ این کامینگ اوتی من است. یعنی هر وقت که شما مثلا یا شما یا کسی دیگر میخواد با من صحبت کنه من عذاب میکشم. چرا؟ چون از بچگیم مثلا یسلی میرفتیم، بعد سادیک میرفتیم، بعد از این مکتب میرفتیم، بعد از این دانشکده، بعد باز دانشکده دیگر، بعد کار، تمام عمر همه وقت تمام زندگی من در محیطی روسی گذشته است. خواه و ناخواه هرچند که پدر و مادری من هم کارگردان بودند و هم خب شما میدونید، اما محیط کاری من همه وقت روسی بود. کاری من با زبان روسی بود. از 140 اثری که من در نمایش که من در صحنه ماندم 80 تاش قریب در خارج است. یعنی که همه وقت محیطی فکرانی، کتاب‌هایی که من از بچگیم خواندم برای که کتاب‌های تاجیکی کم چاپ می‌شدن. ادبیات جهان ما از زبان روسی گرفتیم، همینطور نیست. کتاب‌های رژیسور هم اکثرا از یا از روسان یا ترجمه از خارجی است. از این سبب منی که در این وطن زاده شدم، فرزند این ملتم، اما فکرانیم که روسیه است، من مثلا برای از این جهت هم مثلا زیاییست میکنم. برای که زیایی باید حتما زبان خودش رو پیش از همه داند. فکر ملی داشته باش. فکر ملی داشته باش. فکر ملی دارم جوره، اما ifade ملی ندارم. بفهمید؟ من فکرم ifade کردن میتونم. اون چیزی که من میخواهم گویم اول ترجمه میکنم در سرم، بعد من میگویم. حالا من همین کار کرده ایستادم. ببینید دلیر موضوع از موضوع زیایی بیرون نمیاد، چون ریفلکسیا اصلی زیایی بودن است. ببینید ما درباره اگر که نمیدونم در همین استودیو است یا بیرون از این استودیو صحبت کرده بودیم که مثلا باز میگردیم به منکورتی ایتماتوف. ما میبینیم که در پیش سخن نوشته است، ایتماتوف نوشته است که این کتاب بدنی من است و این سخن جانی من است، روحی من است. وقتی ما کتاب میکشیم در اون ایدالشویه کدلیزادین برند پالوستان، اون میبینیم که میخوانیم درباره دیگه گفتن یک شخص است. میگیم این جان و تن کجا، این روح و تن کجا است؟ وقتی که ما به حادثه منکورت میآییم میفهمیم که این همون ریفلکس ایتماتوف است. یعنی ایتماتوف در این اثر میگه که دلیر، فلان، قرقیز، قزاق، بدخشانی، خوجندی، الان اون فلانچه منکورت نیست، منکورت منم. وظیفه اصلی ایتماتوفم، میسی اصلی ایتماتوفم در جهان فقط برای همین حکایه بود، نه پرشگولسری، نه بیالی پراخود، نه دیگر بیالی پلاتو، تپلوک مویف کراسنه کسین که دیگر اثراش خوبن، اما میسی اساسیش همون اسپویت پیامش جهان بود. پیامی که ایتماتوف به جهان برد در همین 6 ورق است. بفهمید؟ چون ببینید که ایتماتوف فقط درباره خودش میگفت در منکورت خودش بود. منکورت دیگر کس نبود. نگفت که اون شما منکورتید، ملت من قرقیز منکورت است. نه، گفت من منکورتم چون پدرم همینو کشتن، چون خانم
پریشان کردن، پراکنده کردن و من غلام همینا بودم تمام عمر. از اینا جایزه گرفتم، قهرمان ملت سوسیالیستی شدم، لاورتی جایزه لنینی و دولتی بودم، پیشوای نویسنده ها بودم، در مجلس ها امضا میکردم، مقابلی پاسترناک و مقابلی دانیل و مقابلی سینافسکی و مقابلی واینوویچ و مقابلی دیگران و ساخروف من امضا میکردم اون کاری که با من کردن، اینا با پدری من کردن، اما من مقابل اونا خستم. من خدمت جوانجوانیا کردم، تمامی عمر در خدمت جوانجوانیا بودم. پلید منم، به زبان منم، به فرهنگ منم، به ریشه منم، به ادب منم، منی مادرکش. فهمید؟ از این سبب وقتی که ما در دوشنبه تابستان سالی گذشته مانکورت سر کردیم، وقتی بچه جمع کردم من گفتم که ایدمت درباره خودش گفت این اثره. من این اثره درباره خودم امروز در دوشنبه میمونم. من نمیگم که ابوبکر، دلیر، فلان، ملت، کار ندارم، برای که یک مانکورت است که منم بریشه و به ادب و به پایه و به زبان. بفهمید؟ از این سبب من میگم که من زیایی نیست. یعنی زیاد اعتراف کند، بعد به همون درجه اصلا میرسد به فکرم، به درجه روشن فکری. همین قصه شما نیلس بور را به خاطر میارید. وقتی بمب اتمی به این شکل در آمد استفاده کردن، میگن نیلس بور گریه کرد و آمد دیگه گفت توف بر همون کاری که من کردم، همون گونه که شما ایمت میگین. میگن از همون موقع خودش از یک فیزیکدان تبدیل شد به یک روشن فکر. گفت که این اشتباه بود که همین کاری که ما کردیم از اتم. و او میگه حتی شبها میگه که چی کاری، چی دهشتی را بالای انسان آورد. و میگن دقیقاً همین وقت نیلس بور از یک فیزیک تبدیل شد به زیایی، چون خطای خودش اعتراف کرد. آیا همین یک زیایی این مسئولیتش نیست که بعضی از خطاهایی که داره، اشتباهایی که داره، خب مثل ایمت فینو بیاد به طریق هم اعتراف کنه، هم اینا بگه که برادر این کاری ما خطا است، این اندیشه ما خطا است، این فکری ما خطا است. من فکر می‌کنم که ببینید این فکر شخصی من است. من باز یک بار میگم از پوزیشن زیایی گپ نمیزنم، چون زیایی نیستم و با اون مرتبه‌ای که من فکر میکنم که زیایی باشد نمیدونم چه تا آخری حیاتم نرسم. اما اگر گویم که من زیاییم، من فکر میکنم که نمیدونم چه خیلی من باید اینا ترجمه کنم. سمریفلکسیا، یعنی که همه وقت باید به تازگی خودت نگاه کردن. زیایی بودن همین است. من طهارتی درونی. بله، میفهمید؟ هر وقت هر فکرت، هر قدمت باید تو مقایسه کنی، برای که ایتالان ها داری. از اون ایتالان ها خدا هست بالای تو. میفهمید؟ چون من نمیگم که من باید امروز جمعیت اصلاح کنم، من نمیگم که نمایشی من باید جمعیت امروز ایواز کنم. یگان نمایشی من دلیر، یگان نمایشی من تربیوی نبود. چون همه وقت، هر زمان، هر چیزی که من میماندم اول به خودم نگاه میکردم. یعنی اون برای من مهم بود همچون انسان. بیا که من امروز با این نمایش جمعیت ایواز کنم، نه، چون من اول به خودم نگاه میکردم. من میگفتم که من چی حقوق دارم که منی که اینقدر خطا دارم در حیات، اینقدر کاری نادرست کردم، اینقدر مثلا شاید انسانی خوبم نیستم، اما حقوق دارم که من مثلا گویم که تو همین کار رو نکن وقتی که من خودم میکنم. یادتون باشد اگر در یک نقل است که یک زن با فرزندش نزد رومی آمد، گفت استاد، شیخ بزرگ، همین بچه من شیرینیت دوست میدارد، کاری کن که همین از شیرین دست کشد. رومی میگه مایلش، فقط بعد از یک هفته بیاید. بعد از یک هفته میگه باز یک هفته دیگر، بعد از یک هفته میگه بعد از یک ماه، بعد از یک ماه میگه با ماه دیگر. بعد وقتی میبیاین، بعد کیمچی میگود اون کودک دیگر از شیرین دست میکشد. میگود برای همین قدر گپ تو همین قدر ماه داوندی. میگود
خواهر عزیزی من خودم شیرینی دوست نداشتم. تا من از خودم این چیزا نکندم، من چطور میتونستم به فرزند تو این چیزا گپ بزنم؟ یعنی همون گونه که حافظ میگه وایزان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. بله من چی طور میتونم از صحنه با اون تماشابینی من گویم این کار کن این کار نکن، وقتی میبینم که درونی من همون است. و از این سبب میگم اگر شما میخواید داره که من کی هستم، برید نمایش من ببینید، برای که اونجا همه وقت پیام درباره اون خطاهای من است، اون فکرهای من است، اون دردی من که اون چی میگن جهاد، اون جهاد با خودی من است. میفهمی هر نمایشی که ما دادم حتما جهاد بود. جهاد برای یک خطاگی من، جهاد برای دروغ گفتنم، جهاد برای بی خداییم، جهاد مقابل ترسو بودنم، جهاد مقابل خب دیگر خطاهایی که من کردم. میفهمی؟ اگر من به خودم که با روشنی نگاه کنم، با روشنی و ناترسی نگاه کنم، اون وقت تأثیری نمایش من دیگر است. وقتی تو آینه به نگاه میکنی و بعد میری شروع میکنی کار و هر زمان با اون آینه درونی خودت به خودت نگاه میکنی. وقتی میگی که دیر نکنید اما خودت دیر میکنی، میگی این کار نکنید اما خودت این کار میکنی. اون وقت تو نه زیایی نه کارگردان، نه نویسنده‌ای و نه شاعر. بفهمی؟ چون وظیفه من تازه بودنی من است. بفهمید؟ وظیفه من کاری کردن است که مثلا من تصور کنید که من مسلمانم، انا میگیریم اسلام، من نمیگویم که نماز خوانید. من خودم خداوند و هر چیزی که در حدیث خواندم، هر چیزی که در قرآن خواندم همون به رعایت میکنم. وقتی که من رعایت میکنم آدمایی پیدا میشن که از قفای من همین کارا میکنن. میفهمید؟ من میخوام چون اون باشم. من میخوام که مانند دیدن. بله. شوندن که بود مانند دیدن. بله. یک در قرقیزستان وقتی کار میکردم صحنه بودم و یاردمچی کارگردان آمد یک زن بود، گفت که اونجا یک تاجیک شما آمده است و میخواد شما ببینه. من گفتم کی است که من وقت ندارم، من در صحنه گفت و خیلی سراسیمه است و میخواد شما ببیند. خب من تنفس دادم، برآمدم یک بچه، یک مرد. سلام بکای برزو. گفت من امروز میرم آلمان، شاید تماما روم و از بیشکک میپرم. گفت و میخواستم دانستم که شما اینجا هستید، میخوام شما ببینم. خب سلام نامش فلان بیامدم. بعد سری پا صحبت سری پا است، برای که من صحنه باید روم، باید ایرپورت روم. نه؟ بعد یک موضوع خیلی عالی جناب برای من نقل کرد دلیر. گفت من وقتی شوروی همچون ملا شیناندم. من گفت در کدام مگدر است، در کجایی؟ گفت 3000 کس بود در اون حبس خانه. اکثرا گفت خریسیان بودن، یک قسم گفت مسلمان بودن، از داغستان و تاتارستان و از قفقاز. گفت 2 کس بودیم ما، من همچون یک مولایی گفت تاجیکستانی مسلمان و یک پاپ بود گفت که وایم برای همین دین شینانده بودن. ما اینقدر به هم دوست بودیم گفت که هر جا میرفتیم یک جای بودیم، هر چی میخوردیم با هم میخوردیم، صحبت میکردیم. من درباره اسلام میگفتم، باید درباره پروسلاوی میگفتم. و هر وقتی که خریستیاناش می آمدن و میگفتن که بچوشکا میگفتن این چی است و اون چی است و اینو باید چیکار کنیم، اون بچوشکا میگفت که رو از دست هم مسلمان پرس. میگفت اون از من خوبتر میدونه. و میگفتن اون مسلمان است، ما آخر خریستیانیم. میگفت که نه، اگر میخوای خریستیان باشی رو هم با همون مسلمان صحبت کن.
وقتی که مسلمان ها میگفت پیش من می آمدن، من میگفتم اگر مسلمان میخوای رفت با همون بچهش که صحبت کن، بلکه اون از من پاکتر است. یعنی اینش از اینش بالا میدونست. اون از من پاکتر است میگفت، اون از من خوبتر است. اون میگفتن اون کریستیان است، اون میگفتن دینش دیگر است. میگفت دینش با اهمیت نتی، خودش با اهمیت تی. دینی وای گفت خودی اون است. همون دین در همون تجسم میشه. بله. از این سبب میگم زیایی هم همین خیلی است. اون تجسمی که شما گفتید در راه رویش، در سخنش، مثلا لایق در شراب می زیاد می نوشید. این همه ما میدونیم، پنهان نیست این چیز. اما وقتی که شعرش میخواییم میدونی که اون زیایی است. اون دردش میبینی، وایش میبینی زیایی است. اون سیاه گفتن و سفید گفتنش زیایی است. خرسک نزدن و سر خم نکردن. بله. مثلا یک رسم عالی جناب است، عکس عالی جناب است، وقتی که همه گیم میخوانن در سیست یا تا باشد در سیست کرم، فقط سخر پشت است. این عکس بهت پهن است در این. بسیار عالی جناب است. این زیایی بودن، انا همون نخستن وقتی که با هم نخستن، با هم نشستن. وقتی که اگر ما میگیم زیایی کیست، همون عکس زیایی است. میفهمید؟ اونقدر هشتک کشیدن، اونقدر قرصک زدن که سخرف آوازش گیرد، اما گپ میزد، میکروفون میکشتن، گپ میزد. میفهمید؟ اگر ما میگیم زیایی، خب الان زیایی. اگر گالسو پوشیدم و رفتم و اعضای اتفاق نویسنده ها بودم و اعضای اتفاق تئاتر ها بودم چون برای همین منم همچون زیایی قبول میکنم، تو زیایی نیستی. آیا نه عشق، نه آتش، نه آفتاب و زمین ندارد این همه قدرت که خلق با لینین، تو زیایی نیستی. اگر هر گپ آب ششته و شاعر میگه و شاعری دیگرش همین تکرار میکنم، تو زیایی نیستی. وقتی میبینی که ملت در چه حال است و تو خپی، تو زیایی نیستی. وقتی در اوکراین روسیه اوکراین میزند و 8 میلیون آدم از اوکراین رفت، اینقدر خون ریخته ایستاده است، تو خپی، تو زیایی نیستی. وقتی که میبینی که ملت چی شده ایستاده است، کجا رفته ایستاده است، اما تو خاموشی، حتی تگ میز نمینویسی هیچ چیز، تو زیایی نیستی برادر. وقتی که تو برابری همه قرصک میزنی، برابری همه سر خم میکنی، برابری همه میروی یک جا، تو زیایی نیستی. چون زیایی برابری همه قدم نمیزد. آن نیخوادت مرشم، آن نیپایات خورم، آن ادیناچکا. زیایی ادیناچکا. حتی اگر شیخ باشد و 300 مرید داشته باشد، تنهاست. اگر شیخ باشد تا حاجت خانه شاگرداش برن، از دو سر تنهاست. میفهمید؟ چون مسئولیتی دیگر دارد پیش خدا. بله. چون مسئولیتی دیگر دارد پیش اون انصافی خودش، وجدان خودش. زیایی همه وقت میداند دلیر که پیش جواب دارد همه چیز. این همیشه پیش روش میموند. این چیزه جواب همه وقت پیش روش است. من گفتم در این برنامه یا نمیدونم در کجای، یک دوستی من خیلی یک گپی خوب گفت. یک روز شاید گپی اون نیست، اما از اون دوستم من این شنیدم. گفت برزو دان که زندگی یک سوپرمارکتی، مگا مارکتی خیلی کلان است. هر چی میخوای گیر، هر کجا میخوای رو، هر چی میخوای بالای اون کرزینه چرخ دارد مان. دستت هر چی که میخواد گیر و مان. پیچه میخوای، وای میخوای، این میخوای 2 عربه گیر، 7 عربه گیر و مان. هر کاری میخوای کن، اما همه وقت دان برزو گفت که در پیش کس است. انمون کس دلیر همه وقت در فکری زیایی هست.
امروز یک کاری که کردم پگاه من اگر مردم بر وقت مردم و جواب ندادم من پیش خداوند جواب میتم حتما. حتما تاریخ شما را قضاوت میکنه. خودتون هم نباشید روی شما قضاوت میکنه. بله دوستم. شدیدترین شکل قضاوت میکنه که اگر شما خیانت کردید، جنایت کردید. برای من زیایی بودن پیش از همه مسئولیت داشتن پیش خودت است. پیش وجدان خودت. اگر ببین ده هم در دین ما، هم در دین خریستیانی، هم در یودائیسم، هم در دین بودایی، هم در کریشنائیسم، فرمول اساسی همه دین ها در یک جمله است: کاری نکن که با دیگران کاری نکن که نمیخوای که با تو کنن. تمامی فرمول تمامی دین همین است: با دیگران کاری نکن که با تو نکنن. انگوش مکن رنج به در گفتنی کس. بله. خب من امروز نمایش میمانم. خب میگم خیلی گم نیست. پگاه هست. کی گفت که پگاه هست؟ کی گفت که بگاه هست؟ تو که امروز خاموش شدی، دستگیری نکردی. خب ترس همه ما داریم جلو جان. همه خانه داریم، فرزند داریم، امید داریم. همه ما کسی داریم که یک بریدن نانش ما میبریم میدیم. برایمون عزیز است. برای ما خیلی عزیز است. نه شما میخواید حبسخانه رو نمیخواید که شما فرزنداتون پیش شما باشه. میخواید. بله. اقلا ضرر نکن. دروغ نه. اقلا دروغ نگو. خاموش باش اما دروغ نگو. رو خانت گریه کن. رو خانت آرینجت گس اما دروغ نگو. با همه عکس نگیر. در برابر باطل موقع نگیر. بله موقع نگیر. برابر همه هشتگ نکش که برای که اونا هشتگ میکشن. برابر همه پای نکوب که ویرا میکنن. خیز از اون مجلسی ناکسا رو. گوشنمان اما رو. تشنمان اما آبی جوی خور و آبی اونای نخور. مگر این زیایی نیست؟ خاموش بودن در اون زمانی که همه 10 میلیون آدم اینه میگن تو خاموشی اما آواز نمی. اینم زیایی بودن است برادر. میدونید خدای من. و میخوام پیش از اون که صحبت خلاصه کنم یک سوال دیگه بتونم. همین خانقا مردم امید دارن و گفتم که زیاد سر این موضوع گپ میزنن، اندیشه دارند و میگیریم 100 سال اخیر و امروز ما 30 سال دیگه 70 سال گذشته و 30 سال استقلال و اندیشه شما چی مسئولیتی که بانام زیادی داشت انجام کردن نتونست در قبال همین ملت؟ کسی نتونست. کسی عینی هم نتونست. ترسنزادش هم نتونست. کسی نتونست. چون جرأتی گپ زدن نداشتن. چی باید میگفتن؟ چی کار باید میکردن که دقیقاً مسئولیتشون از دیگه ما و شما روز انجام شده حساب میشد مسئولیتشون؟ خب من 64 سال عمر دیدم دوستم. از این پوزیسیون زیایی که من شما گرد میزنیم تمام زیایی ها خانه من بودن. نزد من نمی آمدن، نزد پدرم می آمدن، نزد مادرت هم می آمدن. نزد مادرم می آمدن. از طاهر صابیروف و صادق اولادزاده و همه من دیدم. با همه صحبت داشتم. از بچگیم با ترسنزاده صحبت میکردم و یک روز استاد میخندیدن و میگفتن تو هم برزویی؟ من گفتم ها. تو میدونی که تو منو شرمنده کردی نزد دوستام؟ من گفتم چی خیر؟ خودی استاد من بنقل کردم. ترسنزاده بله. گفتن تو کودک معده بودی و مادرت و پدرت در کجا آمدن؟ من تو برداشتم میگفت کودکچه برداشتم و گفتم که مالچی کاکتی بزود. تو میدونی برای من چی جواب دادی؟ گفتم نه. گفت نامی من برزو امک شما اوروس می. دیدم جره هرچی توانستم دیدم. با پدر و مادرم سبب شد. محیطی
خاندانی ما سبب شد. نزدیک پدر بابام آدما می آمدن، میدونید. اما گیم که زیایی میخواستم که با کسی از اونو تعصب کنم. درست گفتم بازی؟ باید تقلید کنم. تعصب است تقلید. بله ببخشید. تقلید کنم. نه. پیروی میکرد به کسی؟ نه. چرا؟ ببینید دوستان، ببینید پرگپی هم شود. ببینید شما از روی تاریخ بدونید که استاد ساتیم اولوغزاده پسر داشتن که نامش عزیز بود. بله. عزیز هندوستان رفت و از هندوستان گریخت انگلیس. شما میدونید حالتی استاد اولوغزاده چی بود؟ فقط در کتاب ها خوندیم، از معنی شنیدیم و ندیدیم از نزدیک استاد چی حال داشت. خب استاد همینقدر که پوست نکندن، مجبور کردن که از میکروفون از پسرش دست کشد. از اتفاق نویسنده ها راندن، از اتفاق نویسنده های استرم راندن، کتابش چاپ نمیشه. همه اونی که ما امروز زیایی میگیم کسی طرفش نمیگه، کسی همراهش نمید. اونا زیایی چی نام نداشته باشه. شاعری خوبن، بله من میگم شاعری خوب است. فلانچه شاعری خوب است، بله شاعری خوب است. فلانچه هم شاعری خوب است، بله شاعری خوب است. اما زیایی است برای من نیم. چون ببینید من باز یک بار دیگر به این موضوع من میگردم، برای اینکه امروز برای ملتی من، برای فهمیش ملی، چی میگن؟ ایده ملی، هویت ملی، این خیلی اهمیت کلان دارد. ما تا حال موضوع تروری سال 37، سال 20 تروری بخارا، تروری سمرقند نبرداشتیم. این موضوع عموما شسته است از ملت. اون روسی زدگی امروز همه بدبختی اونجا. لبس حاضر از قزاقستان راندن، از ازبکستان هم رانده ایستادن. تاجیکستان میبید قبول میکنن. لبس با زبانی خودش گفت همه بکی من اون معاش گفت هر کسی که یک تنگ زد من 1 میلیون تحفه میکنم گفت برای عروسش. یعنی که اون میلیون از من و شما میگیرد. همینطور نه؟ قزاق راندن، اما ما جرأت میکنیم بگو که رانیم. وقتی که کمونیست ها با تاجیکا کارهایی که کردن که بخشیدنی نیست، ما با شما زواد ساخته میگن، زواد برای خودشون ساختن. ما با شما زمین دادیم، زمین برای خودشون دادن، برای که زمین خودشون بود. فرق نداشت این قسمت تاجیک بتید یا اون قسمت باشقیر بتید، چون زمینی کرمل بود. هر کس دمی خواست میداد. بفهمید اون زمینی تاجیک نبود، اون زمینی کرمل بود. میخواست این قسمش قرغیز بتید، میخواست کریم اوکراین بتید، میخواست از کریم گیرد و انوای بتید، میدونید ولادیواستوک بتید کریم. فرق نداشت برای که چون زمینی خودش بود، زوادی خودش بود، پخته خودش بود، راهی خودش بود، راهی تاجیک نبود. از این سبب امروز پوتین به همه میگه که دفع شدی از ما، اول اون مالی مایته. شما شنیدید این گفت؟ بله. هر روز میگه رفتید از من، مالی من گردان، برای چون مالی خودش بود. وقتی ما امروز افتخار میکنیم که انا با ما راه ساخت، انا با ما مکتب ساخت، مکتب برای خودش ساخت، راه برای خودش ساخت، همون راه امروز طلب کرده است. همون راه از قزاق طلب کرده است، از قرغیز و از اوکراین طلب کرده است. хотите убраться, верните наши. آشکارا میگید، پنهان نمیکند. هر کسی که خدمت کرد با اون دولت، هر کسی که زیایی حساب میشد و برای اون ملت، برای کرمل خدمت کرد، زیایی نیست.
چی عنوانی نداشته باشه. چرا وقتی همین موضوع حتی صحبت کرده میشه و اینقدر با نام زیایی ما سخت میرسه، مکتوب زیاد مینویسن و میگن که چون زیایی نیستن برادر. دلیلی عزیز، چون زیایی نیستن. بلشویکان زیایی نیستن. بلشویک زیایی بودن نمیتواند. نه کامینف، نه لنین، نه استالین، نه نبیف، نه رسولوف، اینا زیایی بودن نمیتوانند. هر کسی که اون کار که کمونیست در برداشت زیایی بودن نمیتواند. این فکری شخصی من. از این سبب اینا مقابل شما میخیزند و هنگامه میکنن که تو نرس. بروز کردانش با این بلشویک کردانش هر تاری موی هم کمونیست. چون زیایی نیست، همون ریاکسیه معنای زیایی نبودن است. میفهمید؟ چون زیایی میداند که اون در چی است، ریشش چی است. ریشش با بیبی تو که حشر کردن اینا، باباهای تو که قیر شدن، باباهای تو که وطنی تو که پریشان شد. اون 19 میلیون تاجیکی که در پاسپورت ازبکی دارد، وطنی تو است که 1.5 میلیون مهاجرش اونجا است و همه هر روز میخوان روان اوکراین زنن. اون است دردی تو. زیایی نمیتواند به درد گردد این شهر. زیایی نمیتواند این خطلان و بدخشان و این کیمچیار شعر نویسد. نمیتواند برای زبانش نمیگردد، چون دیگر چیز میبیند. وای دلیر. دردی زیایی وحدت نیست. دردی زیایی پلاکت نیست. دردی زیایی پلاکت نویسی هم نیست. دردی زیایی جمع کردن مردم و لکچر خوانی نیست. دردی زیایی دردی خودش است که اونم میبرارد از خودش کمیو چما. چون اصل چون زنبوری اصل موضوع جمع میکند، از خودش اصل میکند. این است زیایی. زیایی همون زنبوری اصل است. وقتی که میخوری هر میلیون سال زنده میماند اون چون اصل، چون زنبوری اصل است. میفهمی؟ برای یک زنبوری اصل روز خواندم که برای 1 کیلو زنبور اصل ساختن 150 میلیون گوله باید گردد. 150 میلیون. زیایی همون است جلال جان که میپرد و موضوع جمع میکند، از خودش میگذراند، از خودش پیش از همه فیلتر میکند، بعد با خون مینویسد اون چیزا، با درد مینویسد، با آه مینویسد. یک روز کسی به من نقل کرد که من شاهدی اون صحبت بودم. گفت فاضل اسکندر، گفت ما یک چیز نوشت و ما رفتیم نزدش، گفت و همون باید یک ابزاц گپ گفت باید خودش ریداکتور میکرد. یک جمله باید عوض میکرد. ما آمدیم، فاضل اسکندر از دستی ما گرفت، اون گفت، رفت نزدی ما شیشت، گفت آهش برآمد. اینقدر آه میگفت برای یک جمله عوض کردن. فاضل اسکندری بزرگ گفت اینقدر آه و واه کرد گویا میسوخت برای یک جمله عوض کردن، چون اون جمله از درون از جگر میبرد. میفهمی؟ چون گفتید که مسئولیت داره پیش خودش، پیش وجدانش، پیش چون اون کتاب بعد از مردنش باز هزارها کسی دیگر میخواند. اون نمایشی که تو میمانی در ویدیو میماند برادر. اون سخنی که تو میگویی در ویدیو میماند. اون یک زمانی هست که آخر هرچی از دست تو میبرد. هر کسی که از ترلیبوس میگوید با از کامera گیرد. ثبت میشود، ثبتای زنده میشود، اینکه تاریخ بنوشته میشود. منکر و نکیر هر رو منکر و نکیر فرشته دستی راست، فرشته دستی چپ درست است. کیرومان کاتبی افسانه نیست برادر. زیایی میداند.
از این سبب میگم زیایی اون کاری نمی کند که پگاه جوابش پگاه در دوزخ سوزد. خب استاد بیاید ببخشید من خیلی پرگپی کردم. سلامت باشید و ما احساسات شما را میفهمیم. بیاید صحبت از همینجا خلاصه کنیم که با وجود اون که اونهایی که دعوا دارن و این شعار میدهند و اینجا اونجا از جای گپ است، در همین مقطع زمانی که ما شما زندگی میکنیم، ما البته نسل امروز هستیم، شما هم نسل دیروز بودید هم نسل امروز هستید و در لابلای بگیم در روبروی چی مشکلی زیایی ما قرار دارد و دقیقا شما افتید خودتون زیایی نیستید، ولی همیشه روز از یک زیایی چی توقع دارید، چی میخواید و چی کارا باید یک زیایی، یک دانشمند، یک روشنفکر، یک نفر آگاه انجام بدهد به فکر شما تا این ملت بتواند زنده بماند حداقل و دوام داشته باشه؟ دوستی من، شناسی من تقریبا یک هفته پیش از وینیتس میرود نزد یک دوست دیگرش به شهر میلان. اینم زن است اونم زن است. وقتی اون زن سگای دوست میدارد، خیلی زنی خوب است، از روی نقلی این دوستی من اونا نمیشناسم، میبیند که خانه 5-6 سگ گرفته است، همه سگاش اینولیدن، اینش گوش ندارد، اینش یک چشم ندارد، اینش یک پا ندارد. گفت وقتی که من خانه اون دوستم آمدم، گفت اینقدر افلاس بود اون خانه، گفت همه جا خونش سگ بود. من گفتم این چی گپ است؟ گفت کاتیا، نمین شناسی من کاتیا است. گفت کاتیا من این سگای گفت از پریود گرفتم، اینا تمام عمر در همون پریود بودن. گفت هر یکتش همون یک قفسی 3x2 زندگی کرده است، از اون 3x2 برآمدگی نیست. هر کاری کرده است در همون قفسی 3x2 است. وقتی که من گرفتم اینو آوردم، میگوید اینجا اینا مسافه حس نمی کنن. من حولی سر میتم، گفت این سگا میرن در مسافه 3x2 میگردن. میگم رویتون اینا باغ، اینا میدان، دویتون میرم خودم همون 3x2 از همون 3x2 نمیبره. همون افلاسی تفکرش مانده است. هر کاری که میکرد در همون 3x2 میکرد، خوراک هم میخورد در همون 3x2، اخلاق هم میکرد در همون 3x2. گفت من اینو از اون 3x2 برآورده نمیتونم. و دیگر چیزا گفت من اینو به وارد کردن نمیتونم، چون با 3x2 تولد شدن و در 3x2 کلان شدن و در 3x2 میمیرن. بوی حس نمیکنن، مسافه حس نمیکنن. من اگر اینو پارک برم، اینو در همون 3x2 هن. از من دور نمیرون، نمیدونن، چون دیگر سگ ها بازی نمیکنن با دیگر سگ ها، همراه نمیشن با دیگر سگ ها، چون همه وقت در همون 3x2 هن. میفهمی هر چیزی که ما میکنیم در این مملکت همون 3x2 مونده است. وقتی شعر یک زیایه میخوانی، به نام زیایه میخوانی، همون شعری 3x2 است. وقتی ریژیسور یک کارگردان میبینی، این ریژیسور 3x2 است. وقتی که یک نمیدونم برآمد یک زیایه نگاه میکنی، میبینی این همون برآمدی 3x2 است. میگه میشه زیایه چی است؟ در همین شب روز در همین دوره. ببینید دلیر، ببخشید من نمیتونم اینو یک کلمه کردی خوب مرحبا. ببینید بلکه ما در یک جمهوری صحبت داشتیم، گرجی بود اونجا و دوستای من از استونیا بودند و از لیتوا بودند و از قزاقستان بودند و هر کس فکرش میگفت، در روی ملتش میگفت، در روی تئاتر و دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. بعد من گوش میکردم اون صحبت این فکر چندین سال در سری من است، اما اونجا باز یک بار دیگر مستحکم شد این فکر من.
میدونید ما برای چی دراماتورگی نداریم؟ میدونید برای چی ادبیات خوب نداریم؟ برای چی امروز کینای خوب نداریم؟ برای چی امروز رسامای خوبم نداریم؟ چون کسی کی بودنی ما حقیقتی ما ifade کرده نمیتونه. یعنی تصور کنید یک من تاجیک گرجی میبید نزدیک آینه میبیند خودشه، عکسش میبیند. لیتوانی میبیند، هلندی میبیند، فرانسوز میبیند، اما تاجیک روش دیده نمیتواند. اونجا یک چیزی خیره است. از این سبب دراماتورگی که می نویسد خیره است، هلهله. میفهمید؟ گفتم که همون کس نابغه این ملت حساب میشد که اگر روزی ifade کند که من کیستم، من عکس خودم 100% اون دیده توانم. شناساند شما را به خودتون. تاجیک به خودش شناساند. بله. بگذار تئاتر، بگذار کینا که من روم گویم وای بر حال من، یا ببینم که بله این منم، این پدری من است، این دوستی من است، این همسایه من است، این دلیر است، این ابوبکر است. گویم که بله همین ماییم، همین پرسوناژ ماییم، همین واقعه ماییم، همین کار ما میتوانیم کرده. همین پستی یا همین بالا، همین کاری ما است. قرغیز نه، قزاق نه، قرغیز دیگر نه دیگر، بله همین ماییم. انا اون وقت من میگم که وظیفه زیایی همین عکس به ما نشان دادن است. خودمون به خودمون شناساندن است. خودمون با خودمون شناساندن. تمام. من دیگر نمیبینم یگان وظیفه میشه زیایی. یگان تش قبول نیست. تنها من با من شناس کنم. عکسی من نشان دید. منکر و نکری من باشد و چیز پنهان نکنه. زیایی منکر و نکیر در یک بدن است. میفهمی؟ ولی نمیتونه دروغ بود. بگذار حبس کنن، بگذار بدرقه کنن، بگذار چی میگفت در شیخ همه گشت، نه شیخ شمس میگفت که همون وقت که هزارها کس گفتن که تو مسلمان نیستی، همون وقت یا امیخل یک گرد دارد. میدونید چون تو باید باشی. تمام. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتون.